از شما جوانان ایرانی میخواهیم که در آتش زدن قرآن به جمع ما بپیوندید. این چیزیه که تازیان به ما آریایی‌ها دادن و باعث شده ما به جون هم دیگه بیافتیم روی این کلمات، روی این کلمات که خامنه‌ای برای ما آورده شده. برای ما این کتاب اصلا همش خرافاته، باید آتیشش بزنیم. باید آتیشش بزنیم. ملت من برای این قرآن که دارن میپرستنش نمیدونن چیه. اصلا از این کلمات خیلی نفرت دارن. این کلمه تازیه که برای ما آریایی‌ها گذاشتن. این کلمات بدون به ما آموزش میدن. این خرافه پرستیه. آتیش بگیرن تا لذت ببرن. کلمه عربا که با الله اکبر افتادن به جون همدیگه. ما ایرانی ها رو آلوده این کردن و آتیشش بزنن تا کل این مسلمان ها ببینن که این خرافاته.